سفیداران دهه است در حدود ناحیه 5 ولایت ختلان. کشته‌های ساکنانش قریب که تمام فصل‌های سال سبز و پربارند. خورشید ز دوری‌های دور حرکت هر یک ساکن دهه را که به خاطر برکت روزگارشان انجام می‌دهند نظاره می‌کند. زیبا قلندر و بعد از انجام کارهای خواجگی وارد سیخ دوزندگی خویش می شود. این کارگاه خود را زیبا به خاطر با جای کار تأمین نمودن زنان و دختران هنرمند دهه تشکیل نموده است. ناحیه 5 در مرکز و روستایش هنرمندان چیره-دست را به آسانی می توان پیدا نمود. صدبرگ خوشوقت و را ساکنان ناحیه چون پاردوز ماهر می شناسند. آفریده هایش
چادر و تخت عروسی نوخانه‌داران را آرام می‌دهد. صدبرگ را همین هنرش در لحظه‌های دشوار زندگی از ورطه ناامیدی رهایی بخشیده است. ما همه هنرها را ای خولم، ای اوچم یاد گرفتگیم. ای روز اول همه کارو را میکردیم ای اوشیمو تا حاضر دوام داده استاده ایستیم. صاحب 6 فرزند شدم. همه هنرم نمیبود اگر روزگار ما برده نمیتونستم. همه هنر بود که 6 فرزند کلون کردم، به وایه رسوندم. شاگردو تیار کردگیم 6-7 نفرن. هوسمند بسیار فرمایش میدن. چادر، بالیشت، کورپچه، قدیمه که هست، بسیاری آدم ها میره طلب مینن. هنر چیزی خوبه، محتاج نمیشه پیش یک کس گردنی کچ هم نمینی. دهات نوری وحدت. زندگی ساکنان این دهات هم با مهنت صافدلانه عبرت آموز گردیده است. برای ساکن دهه سری جنگل رحمت الله غایبوف با زمین همراز بودن بزرگترین دولت است. 10 ساله ها باز این دهقانی اصیل به پرورش لیموی خوش صفت مشغول است. رحمت الله غایبوف نازکی های کسب دهقانی و سحر هنرهای داشته‌اش را به فرزندان و نبیره‌اش کرامت الله یاد داده است و از محبت داشته‌شان به زمین پرسخا و هنرهای مردمی شکرانه دارد. ما پل دریاچه دیه را گذشته وارد حوله استای صاحب تجربه شیرعلی شریفوف شدیم. محصول ایجاد استا از کارکرد تنوکه آغاز یافته در حدود دهات و ناحیه خریداران خود را دارد. با فرا رسیدن فصل سرما بازار هنر استا به قول گرم می گردد. ایجاز دستان استا در خانه هر یک ساکن دیه به چشم می رسد.
اینها همه اسباب‌های روزگار میباشند. این اسبابی که در دست من است این برای سرپوش دیگ‌ها، سرپوش تندورها، برای سرپوش آبگیرها تیار کرده میشد. اینو میده کلان تیار کرده میشود. این چیزی که میبینیم این برای بالاپوش پیچکاها بالای بمود میمونن برای باران نریزد. اینها همش محصول دستی خودمون. اینش برای بالای دیوارها، در بالای دیوارها چسبونده میشد برای سیمن بلوک، برای سیمن بلوک ها. اینش هم همون کلپوش دیوارها. اینا نوردون، نوه برای بام ها، برای خانه ها، برای آشخانه ها تیار کرده میشه. ما حاجی امیر خودمون در محل ها تیار کرده به اهالی میتیم. اینا باروسی کنیاک میگن، بالای شفروده برای محکم کردن چیو تیار کرده میشه. ما بغیر از این اسباب های روزگاری میزوجون رو یعنی که مردم رو با خواهش خود از تعمیر میبروریم. ستل، دهن پوش، یگون چیزی که فرسوده شده از نو میکنیم. حجره هنرمندی ساکنی دیگری دیه اسرائیل شادیف هم از آتش محبت داشتهش به هنرهای اجدادی گرم است. اسرائیل هنری کلالگری یا خود ساختن ارمغانهای گوناگون را از برادرش اسماعیل آموخته است. در آفریده هایش گلهای دامان وطن، میوه های شهدبار، اسبابهای موسیقی، نقش اطلس و ادرس، پرندگان خوشلهان و دیگر شاهکاری های بی‌نظیر طبیعت را می توان دید. اسرائیل اعضای اتفاق هنرمندان کشور است و محصول دستان ماهرش در دکان و مغازه های شهر دوشنبه نیز به نظر می رسد. اسرائیل در قطار فرزندان و دادرزاده هایش هنر خیش را همچنین به نورسان شوقمند دیه می آموزاند. من شده و محوش طولی 3-4 سال است که من به این کار مشغولم. من این کار را از پدرم آموختم. می خواهم که به مثل پدرم یک کلالگر نامی شوم. قبل از به منزل خیش برگشتن از کتابخانه دیه که 10 ساله ها باز درش بروی ساکنان باز است دیدن نمودیم.
موسی بختیار خواننده صنف هشتم میباشم و در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 5 تحصیل میکنم. ما بعد درس همیشه به این کتابخانه آمده کتاب‌های بدیهی گرفته میخونیم. من بسیار در این کتابخانه کتاب‌های ابوعبدالله رودکی را میخوانم و کتاب‌های بدیهی هم خوانده ایستادم و میخواهم که سال دیگر در آزمون فروغ صبح دانایی اشتراک نمایم. یک روزی ما در دو دهه آباد و زیبای ناحیه 5 با غروب آفتاب به پایان رسید. زندگی عبرت‌آموز ساکنان باشد، بهر بنیادکاری و سازندگی در دنیای ناپیدا کنار مهنت ادامه دارد.